هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، از حضرت صهیب بن سینان رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: حال مسلمان تعجب آور است که همه کارهایش برای او خیر و نیکی است. این حالت تنها برای مؤمن است که اگر برای او فراخی عیش یعنی زندگی پرناز و نعمت پیش آید، شکر نعمت می کند و خیر او در آن است، و اگر ضرر و سختی برای او پیش آید یعنی تنگ دستی و فقر و ناداری و محتاجی برای او پیش آید، باز هم در سختی صبر می کند و خیر او در آن است. روایت مسلم. برادران و خواهران عزیز، وقت فراخی عیش و زندگی پرناز و نعمت برای شما پیش آید، هرگز ناشکری نکنید. در حالت سختی و مصیبت هم صبر داشته باشید. این کار شما برایتون همیشه خیر و نیکی است. بسیاری از مسلمانان امروز وقت خداوند آنها را فراخی عیش و رزق و روزی فراوان عطا کند، سرکش می شوند و در گناهان دست می زنند. وقت صاحب ماشین های گرانبها می شوند، در آن زنان فاحشه را سوار می کنند و به لب دریاها و به جایهای استراحتی می روند و نعمت الله را در کارهای حرام صرف می کنند. العیاذ بالله. مسلمان واقعی هرگز این کار را انجام نمی دهد. این ناشکری نعمت الله است که دیر یا زود آن را از انسان ناشکر و ناسپاس می گیرد. گر شکر کنی نعمتت افزون شود، گر شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. درخت غم به جانم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. عزیزان قدر یک دیگر بدانید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه.